به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیزم، عرض سلام دارم. امیدوارم که حالتون عالی باشه و امروز هم با آرامش و حال خوب منتظر شنیدن غزل امروز باشید. ممنونم که من رو با این ویدیو همراهی میکنید. لطفاً تا پایان با من باشید. در ابتدا شماها نیت میکنید و من یکی از غزلهای حافظ رو برای شما میخونم. سپس فعال اون غزل رو بر اساس نیت‌هایی که احتمالاً از دلتون گذشته براتون خواهم گفت و در پایان هم معنی و تفسیر هر بیت رو برای شما میگم تا درک و دریافت بهتری از این غزل داشته باشید. خب عزیزانم، لطفاً نیت کنید و منتظر بمونید تا من غزل امروز رو برای شما بخونم. جز آستان توام در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما به جز از ناله یا آهی نیست. چرا ز کوی خرابات روی برتابم، کز این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست. زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر، بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. غلام نرگس جماش آن سهی سروم، که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست. چنین که از همه سو دام راه می بینم، به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده، که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست. دوستان عزیزم، امروز با یک غزل زیبا روبرو هستیم. غزلی که پیامش چیزی جز امید، توکل و تسلیم نشدن در برابر سختی‌های زندگی نیست. وقتی به این بیت نگاه می‌کنیم که میگه جز آستان توام در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست، اینجا حافظ از یک حقیقت عمیق پرده برمی‌داره. هر چقدر هم که در این دنیا تلاش کنیم، هر چقدر با آدم‌ها، موقعیت‌ها و داشته‌ها دل ببندیم، در نهایت یک حقیقت باقی میمونه. تنها پناهگاه واقعی خداوند هست. اگر امروز در زندگی خود احساس سردرگمی می‌کنید، اگر در عشق، کار یا مسیر موفقیت به بنبست خوردید، بدونید که این فقط یک مرحله هست. هیچ مشکلی بدون راه حل نیست، هیچ دردی بدون درمان نیست و هیچ تاریکی تا ابد باقی نمیمونه. اگه در فکر یک عشق پایدار هستید، این غزل میگه که نباید در برابر موانع تسلیم بشید. عشق واقعی با صبوری و صداقت معنا پیدا میکنه. اگر کسی که دوستش دارید از شما دور شده، اگر در رابطه هستید که سرشار از تردید هست، بدونید تنها چیزی که میتونه به شما آرامش بده حقیقت قلبتون هست. اگر نیتتون پاک هست، اگر مسیرتون روشن هست، با توکل به خدا و تلاش صادقانه، اونچه که برای شما مقدر شده به سوی شما خواهد اومد. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما به جز از ناله یا آهی نیست. در اینجا حافظ به ما یک درس مهم میده. اگر کسی در برابر شما ایستاد، اگر مشکلات، حسادت‌ها یا شرایط سخت شما رو تهدید میکنه، لازم نیست که با همون روش بهش پاسخ بدید. گاهی بهترین راه آرامش، صبوری و حفظ نجابت هست. همیشه یادمون باشه که در نهایت این دنیا به کسانی پاداش میده که در سختی ها هم نجابت و وقار و انسانیت خودشون رو حفظ کردند.
اگر امروز در مسیر کار و شغل خود با شکست روبرو شدید، اگر احساس می کنید که همه درها به روی شما بسته شدند، این بیت رو به یاد داشته باشید. اون جایی که حافظ میگه زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر، بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. میگه زندگی فراز و نشیب‌های زیادی داره. ممکنه شکست بخورید، ممکن هست از صفر شروع کنید، اما چیزی که اهمیت داره این هست که امیدتون رو از دست ندید. هر موفقیتی پشت سر خودش هزاران بار آزمون و خطا داره. هر بار که زمین خوردید بدونید که قوی تر خواهید شد. بزرگترین کارآفرینان جهان، بزرگترین قهرمانان و حتی خود شما بارها و بارها شکست خوردید. اما اون چه که شما رو متمایز میکنه این هست که آیا ادامه میدید یا نه؟ در نهایت این غزل ما رو به یک حقیقت عمیق میرسونه. ما هر چقدر هم قوی باشیم، هر چقدر هم تلاش کنیم، باز هم لحظاتی هست که احساس تنهایی و بیپناهی میکنیم. در این لحظات فقط یک راه وجود داره عزیزانم، توکل. چنین که از همه سو دام راه میبینم، به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست. میگه هر چقدر که در زندگی دام و مشکل میبینم، در نهایت میبینم که باید توکل کنم و در پناه حمایت خداوند قرار بگیرم. در روزهایی که حس میکنید زندگی به شما سخت گرفته، به یاد داشته باشید که همیشه پناهگاهی برای شما وجود داره. هرگز ناامید نشید، زیرا درست همون لحظه‌ای که فکر میکنید دیگه هیچ امیدی باقی نمونده، خداوند راهی رو نشون میده که شما هرگز تصورش رو هم نمیکنید. عزیزانم، زندگی پر از چالش هست، اما چیزی که اهمیت داره این هست که ما چطور با این چالش ها روبرو میشیم. این غزل حافظ به ما میگه که اگر در عشق با موانعی روبرو شدید، این رو به خاطر داشته باشید که صبوری در ابتدا بهترین کار هست و بعد توکل کردن به خداوند. اگر در کار شکست خوردید، ناامید نشید. مطمئن باشید که خداوند مسیرهای بهتری رو پیش روی شما قرار خواهد داد. و اگر احساس تنهایی کردید، بدونید که خداوند همیشه در کنار شماست و خداوند هیچ وقت، هیچ لحظه‌ای بندش رو تنها نمیگذاره. پس امروز هر نیتی که داشتید به خدا توکل کنید. تسلیم نشید و بدونید که بهترین ها در راه هستند. زندگی ادامه داره و شما قوی تر از هر مانعی هستید که روبروی شما قرار میگیره. خب عزیزانم، اگر که تا اینجا از تعبیر فال و خوانش غزل لذت بردید، لطفاً منو حمایت کنید. برای من کامنت انگلیسی بگذارید، ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال رو سابسکرایب کنید و در ادامه با تفسیر بیت به بیت غزل با من همراه باشید. جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. ای خدا، غیر از درگاه تو در این دنیا هیچ پناهگاهی ندارم. سرنوشت مرا به هیچ درگاه و مأوایی به جز درگاه تو نسپرده. این بیت بیانگر اوج توکل و ایمان شاعر به خداوند هست. حافظ میگه که تمام امید و تکیهگاه من فقط خدا هست و هیچ مأمن و پناهگاهی جز اون ندارم. این بیت دعوت به توکل و تسلیم در برابر قدرت خداوند هست. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما به جز از ناله یا آهی نیست. عدو یعنی دشمن. میگه اگه دشمن یا زمانه شمشیر بکشه، من از خودم دفاع نمی کنم، چرا که سلاح من برای دفاع ناله و آه من هست. این بیت نشون میده که شاعر در برابر سرنوشت تسلیم شده. حافظ میگه که وقتی دشمن یا مشکلات زندگی حمله میکنند، نیازی به جنگیدن نمیبینه، زیرا قدرت اون نه در جنگیدن بلکه در صبر و دعا و توکل کردن به خداوند هست. گاهی وقتها
لازم هست که انسان سپرش رو بیاندازه و از جنگیدنهای مداوم خودداری کنه، توکل کنه به خداوند و صبوری کنه تا اتفاقای خوبی که لازم هست بیفته. چرا ز کوی خرابات روی برتابم که از این بهم به جهان هیچ رسم و راهی نیست. چرا از کوی خرابات روی برگردونم در حالی که در این دنیا هیچ رسم و راهی بهتر از این نیست. حافظ به عرفان و بی‌قیدی عاشق‌ها اشاره میکنه. خرابات در شعر حافظ کنایه از مکانهایی هست که عاشق‌ها رها از قید و بندهای دنیا در اونجا حاضر میشند. اون میگه که در این دنیا راهی بهتر از آزادگی و بی‌تعلقی وجود نداره. زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر، بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. اگر روزگار آتش به خرمن عمر من بزنه، بگو بسوزه، زیرا من از نابودی نمی ترسم و چیزی برای از دست دادن ندارم. این بیت نشون دهنده بی‌نیازی و وارستگی حافظ هست. حافظ میگه که اگر همه چیزهای من هم نابود بشه برای من مهم نیست، زیرا به دنیا وابسته نیستم. این نوع نگاه اوج رهایی از تعلقات مادی رو نشون میده. میخواد به ما بگه که اگر گاهی احساس میکنید که هر چیزی که توی زندگی از دست دادید و باید از صفر شروع کنید، هیچ اشکالی نداره. گاهی باید کنار بگذاریم اون تعلقات خاطری که داشتیم و احساس کنیم که الان در ابتدای مسیر قرار گرفتیم و باید از صفر شروع کنیم و هیچ اشکالی نداره. این اتفاق ممکنه برای هر کسی توی زندگی پیش بیاد. مهم این هست که ما امید و صبوریمون رو از دست ندیم. غلام نرگس جماش آن سهی سروم، که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. نرگس جماش چشم خمار و فریبنده هست. میگه من غلام اون محبوبی هستم که چشمان خمارآلودی داره و مانند سرو بلند و زیباست، اما اونقدر مغرور هست که حتی به کسی نگاه هم نمیکنه. حافظ به معشوقی زیبا و مغرور اشاره میکنه که دل بسیاری رو برده اما خودش مغرورانه از همه روی برگردونده. این بیت میتونه استعاره‌ای از حقیقت یا خداوند باشه که تنها خاصان و انسانهای صبور و امیدوار رو به درگاه خودش میپذیره. میخواد بگه که اگر امید داشته باشی و اگر صبوری پیشه کنی، میتونی به درگاه خداوند راه پیدا کنی. مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن، که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست. کسی را آزار مده و هر کاری که خواستی به غیر از اون انجام بده، چرا که در مکتب ما بزرگترین گناه آزار رسوندن به دیگران هست. این بیت همونطور که میبینید یکی از آموزه های اخلاقی حافظ هست. حافظ میگه که اخلاق برتر پرهیز از آزار دیگران هست و اگر کسی این اصل رو رعایت کنه، بقیه گناهان کوچک و قابل بخشش هستند، اما آزار رساندن به دیگران گناهی بزرگ هست. انان کشیده روی پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که دادخواهی نیست. میگه ای محبوب زیبای من، کمی آهسته تر حرکت کن، چرا که در هر مسیری که میری کسی هست که از تو شکایت و دادخواهی میکنه. حافظ در این بیت به محبوب خودش میگه که رفتارش باعث شیفتگی و شکایت عاشقان شده. از نظر عرفانی میتونیم این بیت رو دعوت به مهربانی و اعتدال کنیم و بگیم که چقدر خوب هست که ما در زندگی به گونه‌ای رفتار کنیم که دیگران رو از خودمون نرنجونیم. چنین که از همه سو دام راه میبینم، به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست. وقتی از همه طرف دام و خطر میبینم، بهترین پناهگاه برای من حمایت و در پناه زلف محبوب و معشوق هست. این بیت بیانگر این هست که شاعر در دنیایی پر از موانع و مشکلات زندگی میکنه. حالا شاعر که نه، همه انسان‌ها، همه ما در دنیای زندگی میکنیم که موانع و مشکلات زیادی بر سر راهمون هست و بهترین پناه
عشق و محبت هست. حالا از دید عرفانی زلف معشوق میتونه کنایه از پناه بردن به جذبه الهی باشه که پناهگاه عاشقان حقیقی هست. خزینه دل حافظ به زلف و خال مده که کارهای چنین حد هر سیاهی نیست. حد هر سیاهی یعنی چیزی که ارزشمند باشه نیست. ای حافظ، گنجینه دل خودت رو به زلف و خال معشوق مسپار، زیرا چنین کارهایی در حد هر سیاهی یا هر بی ارزشی نیست. این بیت هشداری هست که حافظ به خودش و به دیگران میده. دل رو به چیزهای ظاهری و زودگذر وابسته نکنید. عشق و ارزشهای واقعی بالاتر از مسائل سطحی و ظاهری هستند. توی بیت پایانی حافظ داره به ما هشدار میده که دل شما و قلب شما بسیار ارزشمند هست. اون رو برای ظواهر، برای چیزهای زودگذر و برای عشقی که یک طرفه هست و هیچ امیدی به اون نیست نابود نکنید، از بین نبرید. دل به خداوند بسپارید، به خداوند توکل کنید و حواستون باشه که هیچ لحظه‌ای خداوند از یاد ما غافل نیست. پس بهتره که ما هم هر لحظه خدا رو به خاطر داشته هامون شکر کنیم و اگر هم چیز رو در زندگی از دست دادیم مطمئن باشیم که خداوند از روی حکمت و مهربانی خودش بهتر از اونها رو نصیب ما خواهد کرد، به شرط آن که صبور و امیدوار باشیم و توکلمون رو از دست ندیم. عزیزان، ممنون که امروز هم با این فال و با این غزل من را همراهی کردید. تا سلامی دوباره، بدرود.